سوال ها میآید از بیرون کشور و داخل کشور که ما در ماه مبارک رمضان تراویح نمیخوانیم، امروزی ما رو خدا قبول میکنه یا نمیکنه؟ داخل بدن شده، نه از بیرون. ولی عمل خوب پسندیده نیست. این بلغم خود را کس بلعید قرد مکروه. اونهایی که روزه خوردن هم تیر میشه، اونهایی که نخوردن هم تیر میشه. ولی چی بدبخت هستن اونهایی که روزه نگفتن در صحرای محشر. همه مفتی شده، یکی 6 رکعت میخونه، یکی 8 رکعت میخونه، یکی 20 رکعت تراویح سوشش تا تمام روز موسیقی شنیده تا بشم خوشش که من روزه گرفتم. خوش باش که ببینیم چی میشه به روز قیامت. سوال ها میآید از بیرون کشور و داخل کشور که ما در ماه مبارک رمضان تراویح نمیخوانیم، امروزی ما رو خدا قبول میکنه یا نمیکنه؟ تراویح نمیخوانیم، روزی ما رو الله قبول میکنه نمیکنه؟ اولی که برادر عزیز من، خواهر گرامی من که آواز من رو تو میشنوی، پیام دین برای تو همی است که ما سرشار از رحمت و برکت است، سرشار از فیوزات است، سرشار از رحمت پروردگار و مغفرت است. غنیمت به شما. امروز روز چندم است؟ فهمیدین چطور تیر شد؟ 5 روز تیر شد. زمستان تیر میشه، میگه روسیایی دکی میمانه زغال. این تیر میشه. با خدا اونهایی که به سختی روزه گرفتن هم تیر میشه، اونهایی که بی حیایی کردن هم تیر میشه، اونهایی که روزه خوردن هم تیر میشه، اونهایی که نخوردن هم تیر میشه. ولی چی بدبخت هستن اونهایی که روزه نگرفتن در صحرای محشر. چقدر روسیا هستن اونهایی که روزه نگرفتن. تیر میشه. این هم میگذره، خوب است یا بد است میگذره. پس تلاش کن مادر گرامی و خواهر عزیز، برادر گرامی که در ماه مبارک رمضان تراویح را بخوانی. 20 رکعت. یکم تا تماس میگه من 8 رکعت میخونم، من 6 رکعت میخونم، من 12 رکعت میخونم. چقدر ماشاءالله مجتهد زیاد داریم ما. ملت الحمدلله که نعمت خدا سرش باریده، کل مفتی شدن. همه مفتی شده. یکی 6 رکعت میخونه، یکی 8 رکعت میخونه، یکی 20 رکعت تراویح سنت است. مسلمان پشت این آن نگرد که فلانی گفته و فلانی گفته و فلانی گفته، اما فلانی برآمد که دما مزه ما پرید. تراویح 20 رکعت سنت است، سنت قولی نبی مکرم صلی الله علیه و سلم. علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المهدیین. سنت است 20 رکعت تراویح بخوان. پشت 6 و 8 نگرد، 20 رکعت تراویح بخوان. تراویح هر رکعتش معادل یک فرض است. چی است؟ معادل یک فرض است. 20 رکعت تراویح معادل 20 رکعت فرض است. هر فرض بالاتر از 1000 رکعت نفل است. بالاتر از 1000 رکعت نفل فضیلت داره. پس کسی که 20 رکعت تراویح میخونه خود شما میدونید که چقدر اجر میگیره. و آمدین در رابطه به این که آیا کسی که تراویح نمیخونه روزش قبول میشه نمیشه؟ روزه عبادت جداست، تراویح عبادت جداست. کسی که روزه میگیره ثواب روزه جداست که باید شرایطش در نظر بگیره، زبانش، چشمش، همش روزه باشه، گوشش تا تمام روز موسیقی شنیده تا بشم خوشش که من روزه گرفتم. خوش باش که ببینیم چی میشه به روز قیامت. روز عید معلوم میشه که خوشکشوی کالا داره یا نداره. تمام روز سریال سعی کرد تا بشم خوش که من روزه گرفتم. تمام روز به دخترای مردم مصروف است، خوش است که من روزه گرفتم. به هر صورت روزه با شرایط باشه اشکال نداره دیگه، خدا ثواب پورا برش میده. ولی تراویح یک امر جداست. این تو نمیشه که کس تراویح نخون باز روزش هم خدا قبول نکنه. نه، اون امر جدا است. کسی به نماز از روزه میگیره خدا روزش قبول میکنه. ولی ترک نماز گناه عظیم دیگر است که روز قیامت از وبال از این خطر شدن کار آسان نیست. این مطلب هم گرفته شد ان شاء الله. بله، اگر یک مسلمانی که بسیار ضعیف و ناتوان است، خواهر است یا برادر است، یا خواهر حامله دار است، شکمش هم بزرگ شده، یعنی سخت است برش که نماز تراویح بخونه، بسیار به تکلیف است، فرض خدا را به بسیار سختی میخونه، با برای او گنجایش است که نخونه. برای او گنجایش است که نخونه. یک مسلمان به تکلیف است، در بستر خواب است، ما او را نمیگم که او حتما بخیزه دیگه ولو که میمرم نماز تراویح بخونه. نیم 5 وقت فرضی که هست او را خوب بخونه، ولی تراویح اگر باش خوانده نمیتونه، بس الله او را معاف میکنه. الله او را معاف میکنه. مطلب میگیره ان شاء الله. کسایی که عذر دارن، عذر معقول مشروع، معقول عقل قبول بکنه، مشروع شریعت هم بگه بله تو معذور هستی. اما تو اگه عذر داشته باشه الله جل مجلاله تراویح هم نخونه به او ثواب میده. دلش باشه، علاقه داره، شوق داره، ولی نمیتونه بیچاره‌گک. دلکش هم آب میشه که من تراویح خوانده نمیتونم. الله به این پورا ثواب میده. بگین الله اکبر. چهارم، از رای بینی کسی قطره چکان میچکنه، بینیش درد میکنه قطره میچکنه.
روزه باطل میشه نمیشه؟ بله روزه فاسد میشه. اگر کسی از راه بینی قطره چکان چکانی روزیش فاسد میشه، به خاطر که منفذ وجود داره بین دماغ و بین جوف، بین شکم، متصل به جوف وصل میشه. هر قطره چکانی کجا میچکانی روزه رو باطل میکنه. کسی بینی خود چرب میکنه روزه رو فاسد نمیکنه. کسی لب خود چرب میکنه بسیار زیاد کفیده، کمک لبای بیرون خود چرب میکنه نه داخل. اگر او چربی در حلقش رفت روزیش باز خراب میکنه. همه بیرون لب خود چرب میکنه روزه رو فاسد نمیکنه، ولی تلاش بکنه که نکنه. تلاش بکنه نکنه. اگر نیاز زیاد بود که بسیار کفیده بود و آزارش میداد میتونه که بیرون لب خود چرب بکنه. کسی بلغم خود را قرط کرد مکروه است. کسی بلغم خود را قرط میکنه مکروه است، ولی مفسد صوم نیست. به خاطر چی؟ او شیء است که از داخل بدن شده نه از بیرون، ولی عمل خوب پسندیده نیست. یعنی بلغم خود را کس بلعید قرط کرد مکروه میشه، این کار را نکنه. این مطلب ان شاء الله گرفته شد. بس از یا دیگه پیش برو. اختیار ما چی که ما مثل تایپ باری دیگه جام ماندگی تا آخر میریم دیگه. شما خسته میشین. کدام سوال باشه من در خدمت شما هستم. سوال اگر باشه در این رابطه همین مسائل من در خدمت. برادر ما از سرزمین ترکیه سوال کردن که کس در ترکیه 2 رکعت تراویح خوانده میشه که معمول در افغانستان هم از سنت میشه. اگر 4 رکعت نیت کنیم میشه یا نمیشه؟ میشه. 4 رکعت نیت کنی تراویح میشه، اما طریق سنت 2 رکعت است. چی است؟ 2 رکعت است. نماز نفل 4 رکعتی هم میشه، تراویح خودش نفل است، میشه 4 رکعتی. ولی طریق خلفای راشدین، طریق علما، طریق سلف صالح ما 2 رکعت بوده. یعنی در این حکمت وجود داره و ثوابش هم بیشتر است. 4 رکعت مگر نیت کنه میشه، ولی طریق سنت 2 رکعت است. و سوال دومشون درباره تهجد بود که اگر ما بیدار ماندیم شب نخوابیدیم تهجد بخونیم تهجد میشه؟ بله. تهجد اصلا اسباب تفاعل است به معنی تجنب، دور کردن پهلو از رخت خواب. کسی که میخوابه و پس دوباره بلند میشه به تهجد تکلیف زیاد نمیبینه؟ آستا میگه نمیبینه؟ و زحمتش زیاد است دیگه. به چی تکلیف میخیزی و خوابت هم هست و بدنت هم ثقیل شده و بعد رفته طهارت میگیری؟ هر چقدر که در عبادت زیاد تکلیف بکشی ثوابش زیاد است. مجاهد چرا قدر راه خدا عزیز است؟ همین مجاهدی که در راه خدا شهید میشه چرا مقامش بلنده؟ چون زیاد تکلیف میبینه و خون میته دیگه، جان میته، بسیار سختی است. افضل الاعمال الی الله احمزها. افضل ترین عمل به پیشگاه خدا امون عمل است که تکلیف و مشقتش بیشتر باشه. ولی اگر کسی بیدار میماند همیشه شبای رمضان تهجد میخواند، پسان شب هیچ مشکل نداره تهجد میشه.